با این کدی که در اختیار شما قرار میگیره میتونید که به راحتی در کمتر از 1-2 دقیقه یه همچین قسمتی رو به کارت‌های محصول و صفحه محصولتون اضافه بکنید که درصد پیشرفت فروش اون محصول رو به بازدیدکنندگان شما نمایش بده. به عنوان مثال اگر اینجا دقت بکنید، مثلا ما این گوشی موبایل اپل رو تعدادش 50 تاست، 8 تاش فروش رفته و موجودش 42 تا هستش و اینجا قشنگ کاربر میتونه مشاهده بکنه با استفاده از نوار پیشرفتی که اینجا قرار داره، بدونه که اینجا چند تا فروش رفته و چند تاش موجود هست. الان دقت بکنید اینجا 6 تا از این محصول فروش رفته و 7 تاش موجود هستش. به صورت نوار پیشرفت و نوار درصدی میاد و علاوه بر این که تعداد رو اینجا می نویسه که چند تا فروش رفته و چند تا موجوده، توی این نوار درصد هم میتونید که به این شکل محصولاتتون رو به کاربراتون نشون بدید که در انبارتون از اون محصول چند تا وجود داره. نکته قابل توجهی هم که اینجا هستش، محصولاتی که موجود هستش گزینه افزودن به سبد خرید رو داره و کاربر میتونه که اینجا روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک بکنه و این کالا رو به سبدش اضافه بکنه. اما اگر کالا ناموجود باشه، به جای افزودن به سبد خرید اینجا اطلاعات بیشتر رو داره به کاربر نمایش میده و به جای قیمت محصول هم گزینه ناموجود رو و رنگ کلی کارت هم به خاکستری تغییر کرده و وقتی که موز روش میره میتونه که اون کارت رو به صورت رنگی مشاهده بکنه. اینجا دیگه به جای افزودن به سبد خرید کافیه که کاربر روی دکمه اطلاعات بیشتر کلیک بکنه و به صفحه اون محصول منتقل بشه و بتونه که اطلاعات بیشتری رو از اون محصول ببینه. شما با دانلود کردن کدهای آماده در کمتر از 1-2 دقیقه میتونید که این امکانات رو به سایت فروشگاهی ووکامرسی خودتون اضافه بکنید.